اگه هد دستگاه لیزرتون داغ میکنه یا اشعه خروجیتون به صورت دوتاییه و یا زمانی که برش میزنید دو خطی برش میزنه، حتما مشکل از تنظیم آینه هد دستگاه لیزرتونه. برای اینکه این هد رو تنظیم میکنید باید یه سری کارها رو انجام میدید. اولین کار و اولین مرحله تنظیم آینه کردن هد اینه که شما مطمئن میشید پرتوتون داخل این دایره و وسط میزنه. برای اینکه تستش بکنید یه دونه چسب یا دو تا چسب میچسبونید سر هد. از طریق پنل یا از طریق پنل وایرلس و کنترل اراهدو رو یه پالس میزنید. الان من یه پالس وقتی که میزنم میبینم که تنظیم آینه است و داخل دایره میزنه. حالا میام چیکار میکنم؟ تو مرحله بعدی میام یه مقدار هدو میدم بالا، به وسیله کاربن میام یه مقدار زیرش رو رنگی میکنم و یه چسب کاغذی میچسبونم. من یه مقدار بریزمش به هم و دوباره دکمه پالس رو میزنم. میبینم که دایره‌ای که یعنی نقطه‌ای که به چسب کاغذی اعمال شده به صورت نیم دایره یا به صورت هلال ماهه. حالا باید چیکار کنم؟ بهترین حالتش اینه که این دایره کامل بزنه. زمانی که این اتفاق افتاد دوباره چسب کاغذی رو میچسبونم. نکته‌ای که باید بهش توجه بکنید اینه که شما این پیچ‌ها رو به هر سمتی که ببندید اشعه لیزر به اون سمت میاد. یعنی اگه من الان اینو شلش بکنم اشعه لیزر از این سمت دور میشه و به نقطه برعکسش میره. الان من اگه پالس بزنم میبینم که نسبت به نقطه قبلی یک مقدار بهتر شده. دوباره چسب کاغذی رو میچسبونم، دوباره یک مقدار شلش میکنم و دکمه پالس رو میزنم. دوباره از نقطه قبلی بهتر شده ولی نیاز داره که بهتر بشه چون هنوز دایره کامل نشده. دوباره پالس ولی تنظیم نکردم، دوباره میچسبونم، یه مقدار شلش میکنم و پالس. الان توی بهترین حالت احساس میکنم یه مقدار اینجا نیاز داره که بیاد به این سمت. دوباره اینو میچسبونم و اینو دوباره سفتش میکنم که اشعه بیاد به این سمت. دکمه پالس رو میزنم. الان احساس میکنم که تو بهترین حالتشه. حالا میام نقطه فوکوسم رو میذارم روی کار، اینو تنظیم میکنم، فاصله کانون رو کارم رو روی دستگاه لیزر تنظیم میکنم، دکمه بادم رو میزنم و دکمه استارت. خب الان میبینم که دستگاه من نه دو پرتو زده، برش خیلی تمیزی داشته و نه سیاه کرده. الان میبینم که توی بهترین حالتش هستش. این کاری که این دستگاه لیزر زده.